تکتام کنسل شد، پروازم دیگرها رفتن، ما ماندم در میدان هوایی. با 30 ریال مرا میبرن به کجا؟ به دبی. میایم به خیر به لندن فقط برای یک روز. می عروسی کمی دیر شود دیگه. میشه مگر نوقت تو ملګری در باندې ووخه چاله در باندې جوړ کړ. خندید گرفت آقای صاحب چرا؟ نه میگم من خنده‌دار بود. بله خنده‌دار بود. پاکستانی است مگرم خوب فارسی یاد گرفته. چطور هستی؟ خوب است جان جور است قراری. ده نفر. ماشاءالله. نام خدا. خیر بریم بزنیم دیگه. بخیر ان شاء الله. هر جایی که برم افغانا جمع سر من. خوب جمع و جور میشه. حتی عرب ها هم میاین اینجا به غذا نوشجان میکنن. خوردی یا میخوری؟ میخوره. چی میخوری؟ هر چیزی که میل. نامزاد 50-50. نامزد 50-50. Can you speak English? تورا انگلیش. بخی بچهش از ما بدتر دیدم. توڑا. ما این نمید از کامر خود میکنیم. اینا از کمر خود خورده. دوستا میفهمین کجاستم؟ داخل میدان هوایی مسقط پایتخت عمان. در اموجه هستم. پروازم رفت ساعت 1 بجه باید پرواز میکردیم مگر دبی به ما ویزا نداد. به این خاطر پیسگه که ما سوخت تکتام کنسل شد، پروازم دیگرها رفتن، ما ماندم در میدان هوایی. वो भाई पाकिस्तानी है, पंजाबी है. دیگه حال تکت پیدا نمیشه. مرا میگن تا 12 بجه شب باش پرواز دیگه داریم بر 12 بجه شب. تا 12 بجه شب. حال ساعت چند بجه است میفهمین؟ ساعت 3:42 دقیقه. فکر کو 3:30. این 4 بجه. 4 تا 12. 4 ساعت 2 ساعت 6 ساعت دیگه انتظار کشیدن در اینجا. قیامت از قیامت. خیلی خسته شدم. گفتم باش که کمک در دل بکنم برای شما مردم. ما و شما رفیق هستیم کل ما. ما به شما نگویم، شما به ما نگوین، پس به کی بگویم؟ ما انتظار میکشم. اما من میفهمین امیال در تلاش ازی هستم. در تلفن زده میرم که اگه من مرز زمینی را پیدا بکنم. بلد نیستم. بر چند نفر از دوستام پیام ماند و اونا لطف کردن جواب دادن برام یک چیز راهنمایی کردن. اما باید دقیق شوم که اگر منتظر باشم تا 12 بجه شب اینجا باز در زو پرواز کنم از این که خوب بهتری است که من مرز زمینی رو پیدا کنم. توسط تاکسی و توسط بس میگن که 10 ساعت راسته تا دبی. مگر اگر اینمی پول را که ما تکت میگیریم، تکت طیاره میگیریم، همین پول را حدوداً 65 ریال میشه و 300 و چند چقدر میشه. 65 ریال ما میفهمیم چقدر میشه. حداقل 360 300 هم دیگه 360 دلار میشه. اگر می پول تاکسی بگیره خوبتر است. از اوی که زمینی با لذت شان زیاد است. حداقل بلد هم کس میشه ترابیبی یعنی گپای خود داره. خب بسیار تشکر از شما. سلامت باشین تا لحظات بعد.
دوستان من تاکسی گرفتم که برام به عده یا ایستگاه موترا. از جایی که موترا میره به دبی. میگن سیلم سیل است، سرگردانی هم سیل است. اینا رو ببین که با هم بریم یکی راه را بلد میشیم. همین شهر مسقط میبینیم تا یک جایی را که ندیدیم میبینیم. همین مسیر راه را هم خودم میبینم هم با شما شدی که میسادم و در کنار از او اگر راه زمینی خوب راه باشه میشه بر مردمان بگیم که میشه از راه زمینی شما رفت آمد بکنین، پیسیتون کم مصرف میشه، هم سیل و نظاریتون هم میکنین و هم اون به مقصدتون میرسونین. اینم تو گپا. پس بین با هم این مسیر راه را دیده بریم به ترمینال زمینی عمان که میره موترها به کجا؟ به دبی. بله ازا ما حالا آمدم به کجا؟ به ایستگاه موترا. برج چی میگه اینجا؟ من یاد نامش یادم رفت. اینجا ایستگاه موتراست. موترای بس هم میره به دبی و موترای تاکسی هم میره. اینو ببینیم. موترای تاکسی هم میره، موترای بس هم میره و گپ زدیم با 30 ریال مرا میبرن به کجا؟ به دبی. چقدر خوب شد. اینا اگر راه جنجالی نباشه، در ظرف 4 ساعت الی 5 ساعت گفتن که مرا میرسانن با 30 ریال، در حالی که 65 ریال تکت طیاره است. از سفر طیاره که ده سفر موترکی خوب است که جای‌ها را می‌بینیم ما و شما و اون آدم که در اوج استاد است او گفت که خودت چند دقیقه باید صبر کنی، تاکسی میاد سیت اول اون برات میتم. وقتی که در بازار دیره میفهمین کل وطندارای ما و شما در مجزا دبی در بازار دیره وقتی پایینت کردن 30 ریال تا برما بده خلاص. اینه هم خرماس، هم ثواب، هم چکر ما میشه و هم پیسه ما تقریبا 35 ریال اینجا بکپ میکنه. 35 ریال هم میشه که در اونجا بریم باز مرغ پلاو بزنیم، برای چند روز مرغ پلاو بزنیم. میفهمید 35 ریال بسیار پیسه است. تقریبا 105 دلار چقدر میشه. این قدر پیسه ما پیش شدیم. این لباس های مقبول عمانی هست. میبینین چقدر تکه چند متر تکه مصرف میشه تا یا یک جور لباس جور میکنه. یا پیران تنبار است مگر بسیار سخت است. یک چیزی میخوایم بگویم براتون راستی. کسایی که در لندن هستن منتظر باشن که ما در یک عروسی دعوت هستیم تاریخ 36 کارت شما آمده. اینه باش که باز شما دروغ نگوین که نگوین که ما دروغ گوی هستم. کارتشون براتون نشون میدم. یک دقیقه صبر کنین که کارت دعوت اینه بیادر. Saturday 3 February 2024
لندن یوکی اینمو که انگلیسی من کار میده اروپایش خواندن هم میدانم گفتش دیگه عروسی یکی از وطنداراست یکی از رفیقاست با اونجا ما دعوت هستیم یک عروسی کی است شما روی کارت ندیدین جمال نمیشه اون رو بغل شما میبینین عروسی از اینا هست دیگه میاییم بخیر به لندن فقط برای یک روز می عروسی کمی تیر شود دیگه ما فرار میکنم که بازو وقت کس نبیه که ولا شوله شده کلش چرا طرف ما نامدی چرا ما را خبر نکردی نه پیش از پیش من خبرتان ساختیم تاریخ 3 فوریه لندن عروسی است شما هم از طرف ما دعوت هستین از 1 نفر تا 100 نفر نه از طرف ما دعوت نیستیم بدن من را قرار نیست عروسی مردم از او بیچاره شاید 100 نفر خواسته باشه یک دیوی که 1000 نفر بیایه 1000 نفر به مجبور وزیر گفته نمیتونم افغانستان باشه که اگه یک شوربا مباب کنی یک دو پشکاو زیاد میکنی کل گیر نان میده یک قریه دیگر رو نان میده مگرم بازم اگه پلاو هم باشه در افغانستان خب یک بوجه 3.5 سیره دیگر هم کبار بکنی یک 500 نفر نان میده مگرم یک دوجه چقدر دلار رو میسوجه فکر میکنم که پاون است واحد پولی انگلستان ما دعوت تان نمی کنم اینمی خودم هم که دعوت شده می نمیم اگه کلان است شاید سر خودم هم یک 100 روپا شاید شوه هر نفر 100 یا 50 100% که میشه مقصد من همه گفتم که من خبر هستم شما خبر نیستین مقصد باز بخیر میبینیم دوستان میفهمین چی شد من نتونستم با بس برم و تاکسی هم کسی که ویزه دبی داره همراه تاکسی از روی زمینی نمیتونه که بره کسی که ویزه دبی داره فقط میتونه توسط طیاره به دبی بره از عمان و توسط بس بره به دبی یعنی با تاکسی نمیتونه بره یا طیاره یا بس بره Continue on Route 1 for 16 kilometers. خودم با تاکسی برم از اینکه با بس برم 10 ساعت 8 ساعت وقت میگیره بسیار دلگیرم است از اون که گفتم بهتری است که چی کنم My friend don't give to my photo. اوکی میگه فوتوی من بیا تصمیم میشد که Not asking me. I don't ask you But don't give to for YouTube for some. oh yeah Talk. No. اوکی خب پلانی است که من شب برم پس به مرکز مسقط و بعد از اون تکت بوک کنم به طیاره و فردا توسط طیاره بخیر باز برم کجا و دبی این ویدیو را حتما همراه شما مشارک میسازم و آرستی موضوع عروسی چند نفر دیگه از به زنگ زدن میشه میایی یا نمی بله بیادم من تکت کارت عروسی رو براتون نشان دادم که عروسی بسیجان است در لندن بسیجان طیبی عکس شما ببینید و ما را اسپیشل دعوت کرده وقت اسپیشل دعوت کرده که با دعوت نپذیری کار درست نیست و شاید بیاییم در عروسی چقدر ببینیم دوستان را ببینیم پس از دیر زمان چی شاید بعضی کسان را برابری به پس ببینم یک تحول به وجود میاره دیدار خب این که از طرف شام در شما مرکز شهر عمان مرکز شهر مسقط که عمان است بازم با هم گپ بزنیم دوستا بازم سلام بر شما دیدین که پرواز ما کنسل شد باز رفتم به ایستگاه موترا از اون طریق من نتونستم بالاخره امروز قسمت ما نبود که من دبی برم
دوستا اوج هرچند انتظارم میکشیدن. امشب خب شب یک میله بود مگر ما استادیم میله. باز آمدیم به این منطقه‌ای که به نام الغبره است. در اینجا یک تعداد وطندارا کاروبار و زندگی دارن، اتاق دارن، خانه دارن. این اینجا می باشن. اینی سوپرمارکت را که لویش هم شما دیدین، اینی در اینجا یک تعداد افغانای ما هستن. گفتم که اینجا در افغانان ساخته. این سوپرمارکت مربوط به یکی از افغانا میشه که از افغانستان آمدن و اینجا کاروبار میکنن و یک خوبی است که یک مکان خوب شده به خاطر جمع کردن افغانا. اینو اینجا اونا میبینین کلشان افغان هستن. اینا ببین که من شما را بیشتر معرفی بکنم. بازم سلام. اینی آجی صاحب. آجی صاحب خوش آمدی بازم. خوش باشید. آجی صاحب تصمیم داره که اینجا نان ازبکی از زیبات پخته کنه. بخیر انشالله. از نانای گرد پخته میکنی یا دراز؟ اما درازای میشه یا گردای ازبکی؟ خودت باز کدام خوش داری؟ از نانای دراز یا گرد؟ اما گرد خوش داری خودت؟ بله ها. خب جورایی یا تاقه‌ای؟ جورایی؟ خب این مابینش همراه کوبه میزنی باز یا پر میزنه؟ پر میگن او گرد کس نه؟ پر میزنه. آل در کابل یک رقم رواج شده بود که نمی شانای موی نبود نه؟ کتازوام میگرفتن هم سراخک میکردن. نه از این نمیزنم اومدم. چند سال از نانوایی کار کردی خودت؟ 60 سال. 60 سال. از کدام ولایت آمدی؟ از شبرغان. از شبرغان. بله. ولایت جوزجان مرکزش میشه شبرغان. بله. خب از منطقه نفر اول آمدی دیگه. بله. خب بسیار خوب. حالا امشب کدام پلو قابلیام جور کردید اتاق یا نه؟ جور کردم بله. نه حال جور است تیار است؟ نه حال که جور میکنم بخیر. عجیبا جور میکنی. 11 به شب است. چند بجه آماده میشه؟ وای آماده میشه. نام مکمل چی سایه سب؟ محمد نسیم، حاجی محمد نسیم. خب من دوستا دیشب بر شما گفتم در برنامه قبلی گفتم که یک تعداد وطندارام تا کش کردن طرف عمان میان. شما چطور عمان آمدین؟ کی براتون گفت؟ خودم آمدیم. خودتون آمدین؟ بله. کسی خود گفت که اینجا کار است یا نیست؟ کدام نفرات بسیار تشویش کرده که کار است، زیاد است، خوب است. یه خاطر آمدم. حالا چی فکر میکنی؟ کار است؟ الحمدلله نامبایی که داشتم و ان شاءالله کار حالا است. خانوش شروع نکردی کار؟ حالا که ان شاءالله ایجاد کردم، ایجاد کردیم امروز. خب یکمک سر کردی دیگه. ان شاءالله. خب بخیر یک هفته تا تیار میشه ان شاءالله. یک هفته بعد. یک هفته. خب برو تا دفعه دیگه که میایم که اینجا یک شروع هم جور کنیم باز. بخیر ان از شاءالله. نانای وطنی تر کنی و بزنی که بفهم یک نان چند فطیر است. بله. خندید گرفت آیی صاحب چرا؟ نه میگم من خنده دار بود. بله خنده دار بود. حالا چرا کجایش خنده داشت؟ نه حالا من چیز خراب گفتم؟ نه صحیح گفتم. چرا خنده کردی؟ خامخا خنده میاد. کشتیم آیی صاحب. روز که شما به دنیا آمدین همگی خوش بودن حتما. الحمدلله. خندان بودن. بچه چندم خانواده هستین؟ شما خدا یارت باشه آیی صاحب. اولاد چندم خانواده هستین شما؟ سوم. خب شما مولادار شدین دیگه؟ بله. چند تا فرزند دارین؟ 5 تا. 5 تا نام. کلش به سر رسیدن؟ نه 2 تا دختر است. خب بچه‌ها خب به سر رسیدن؟ بله. خب حالا خودت ماند عروسی یکی بود؟ یک تا بود. بله. یکی خودت یکی قماندان؟ بله. قماندانم روانت کرد گفت برو چند کشورو طرف برو نان پیدا کن. بله. ولی زنای زمانه خود ظهور است دیگه. بله هم رقم است. سابقه بود که بیچاره صدای خود نمیکشید. نه سابقه آرام بود. سابق شما زور بودی حالا وا زور است. بله زمانه هم رقم شده. زمانه هم رقم شده راست بگید شما. رازا نو سیده در سر خبری وکم رازا تراسته چند نفر دیگه آمده میگه که از بس که بیکاری است ما به تنگ آمدیم. رازا در سر پختو خبری کوم از چون وقتی راغلی ته بس یو میاشت بوتل د کوم زینه افغانستان کوم ولایت څخه غزنی نه ولی افغانستان راغلی دلته افغانستان کې خو څه ونه خو د غرق سونه کار و نو پیسې ولې څه نو دلته رالس کار وکړ دلته اوس کار نشته دلته چا درته ویل چې دلته کار سره راځه دلته دا ویزو ولا راته ویل ویزو ولا درته څو روپۍ درنه واخیسته تقریبا $3,000 $3,000 دی ورکه اوس دلته چراغ خبر شوی چې 2 روپۍ ده دلته پیسې درنه ډیر اخیستې پیسې خو ډیر اخیست تقریبا دلته اوس 1500 روپۍ
ها اوس دلته کار دی پیدا کې نه هیڅ شی هم نشته بس لملا پراته نه خوري. کمره کې او بس کمره کې پراته یو نه کار شته نه روزګار شته بس تیارو ته پراته یو خرڅې له کوره راپسې را روانې دي خو تر څه وخته له کوره به راسي له کوره به خلاصېږي پیسې له کوره که خلاص وي به ځو په یو بله خواته چېرته به ځو خی بیکاري ده بیخي او او یو تعداد کسان افغانستان کې ویلې چې موږ زه عمان ته کار کوو څه ویل لري هغه ته هغه ته وایي زه را نسې دلته وینې که موږ غوندې به پراته یاست کار روزګار خو نشته بیخي او که پیسې څوک ولري بیا که ښه ده پیسې خو ولر بیا ښه ده بیا بټۍ جوړه که یا تنور یا دغه جوړ که هوټل جوړ که ښه. بیا خو صحیح دا خو چلیږي وینې تاسو درې وړه له غزني نه راغلي یئ؟ نه دغه یو لغمان د کوم ځای څخه راغلی ته د افغانستان نه لغمان نه د لغمان کې بیا د کوم ځای نه لغمان کې قرغیو ولسوالۍ چارباغ قرغۍ د سر کې څه ده چارباغ کنه د هغه کله قرغیو. چې قرغۍ خو د اوله هغه ولسوالۍ راځي کنه کله چې جلال آباد خواته ځې کنه هغه لغمان ده بیا ولسوالۍ مرځي بیا کلم هغه ده ښه سمه ده نه یعنی زه وایم د سروبي نه چې ځې مایپر نه چې کته کېږې له سروبي نه چې اوړې کنه اها. دغه اوله ولسوالۍ د لغمان چې راځي هماغه قرغۍ ده لکه چې او اوله سرخکان بل تاوی کنه لغمان په بتاویږي ښه اول سرخکان ده که قرغۍ نه اول سرخکان ده ښه زه غلط پوه شوم افغانستان کې د څه کار کوو الله هم دیکانی کوله دهقاني کوله او دیکانی چې مو کرل ګلپیان ګلپیان او کرم ور او همدغه دارومیان ور کار د جوړ وکنه او کار مل د جوړو درته ویل چې راسه د سره زر دلته پراته دي په عمان کې راځي دلته لاړ شو یاره دلته یو ملګری هغه ویل چې کارونه شته دي او ویزې پیدا کوي راځي ښه هغه چې دلته راغلو رښتیا خبرې نه کار نه هغه بس هسې موږ سره چلې وکړو یو ډوکه و او یو تو کوه او چې ډېر خلک ګورو بس ټول بېوزګاره پراته ټول دي. ډوکه سوی او ته کوم ځای نه راغلی بیا زه کابل نه راغلی یم اصلي پکتیا یم ښه کابل کې م ژوند کول کابل کې م ژوند او کوم تا ته چا درته ویلي چې راسه دلته کار سته عمان کې بس موږ یو ملګری و ایجنټ غوندې و هغه راته ویلې کار هم زیاته و حتما پیسې هم هماغه در نه واخیسته پیسې هم هغه رانه واخیستې و ملګری در باندې ووخه چل در باندې جوړ که او بس اینا ببینم که یک رقم رفیق کشی است رفیقش گفته بیا اینجا کار است اونم آدم برش ویزا جور کرده این آمده میگه این تو مرا غرق ساخته هم دسته ده کنه او بالکل همداسې او واقع کسایی که از افغانستان میخواین بیاین به عمان برای کار کردن کارگری یا نه یک سرمایه گذاری است یکی کارگری است برای از اون مردم چی گفتنی داری؟ برای از اون مردم گفته میتونم که اگر پیسه داری یک مقدار خوب است که اینجا کاروبار جور کنی اگر پیسه نداری هیچ مشوره نداریم که اینجا بیایا و اینجا یعنی بیجت باشه پیسه نداره خرچه اتاق مصرف کلش به میای از خانه به خانه میگه که پیسه روان کو پیسه ندارم اینجا 100 روپیه هم نمیتونی که جور کنی اجازه کارم کارگری برای افغانان نیست نه؟ نیست اینجا ویزا که است این ویزا مستثمر است اینوستر اینجا باید تجارت کنی سرمایه گذاری کنی یعنی برای افغانا ویزه تجارت داده میشه با ویزه تجارت یک تعداد افغانا که میان باز اینا پیسه ندارن میخواین که کارگری بکنن کار پیدا کنن برای از اینا اجازه کارگری نیست اما تو است نه؟ بالکل همینطور است خدا توبهتان قبول کنه خب آمدیم سر ازی که آیش صاحب تو والا خانده نکده گا خب نو گرفتیم ولی چی میگیری؟ نو گرفتیم بان که دگام بگیریم میشه اولادا در شبرغان ببینه بگو یو این عکی ما رو ببین ولی چی بگم والا این مسئله نانشاو چطور میشه پروا ندار بیاین نه تیار است پیلم خود من جور اینجا آمدم که تیار کردم اومدم تیار کردی یا میری تیار است حق چند نفره ها حق چند نفره 10 نفره 10 نفره ها ماشاءالله نام خدا خیلی بریم بزنیم دیگه بخیر انشالله نه به خاطر کمره قسم میگی تیار کردیم یا واقعا تیار نه کردیم تیار کردم گوی ما گوشنام شدیم ها صحیح نه اگه تیار نشد سر یک کس دیگه چپا کنیم نه تیار است والا خب از ما مسافرت تیار سر نماشه گوی طلاق تیار است گوی چاش تا سر از او چپا کو شب سر از او چپا کو اینا پروا تو روز ندار خدا میچپا بیاین آماده است خب تشکر این حالا ببین که اینجا چند نفر دیگه است این کلش افغان است نام خدا ما پیش دیشو براتون گفتم اینجا د افغانان ساختن دروغ نگفتیم واقعا د افغانان است استادم آمده است کابل سلام علیکم بینندای عزیز خدا کنه مردم خوب باشین. افغانستان خدا کنه کلکتان جور صحتمند باشین بسیار تشکر
چی میکنین شما؟ خیرت باش دقات و بچه جوانا. ما هم بجای بچه جوان است. ما هم میره گفتم افغان شما. ما هم جوان هستیم دیگه، دل ما رو نپرتین. ما آمدیم که بخیرش یک بیزنس شروع کنیم. ترتیب و تنظیم شده بزنستان؟ تقریبا تنظیم شده. خب قسمی است که باید اما بیزنس ما باید جنس از پاکستان ما وارد کنیم. البته در بخش ماشینا اسکریم ما میخوام کار کنیم. یک شرکت ما در پاکستان نموشه شرکت از فعالیت میکنه یک 15 سال بیسو. ماشین دوج تولید میشه، ماشین های اسکریم در خود پاکستان، بلوچستان، البته سرحدهای ایران و افغانستان این ماشینا رو ارسال میکنیم دیگه. فعلا ما خودم حالا میخوایی که اینجا آیس کریم خانه آیس کریم جور کنین که ما بخوریم باز و یا ماشینش هم میارین سودا میکنین؟ دیگه سای بردوش ما جور میکنیم. خب حالا پلان ازیر داریم که اول یک آیس کریم خانه جور کنیم، جوس و آیس کریم و این چیزا را و بعدا یگان برگرک هم جور میکنین یعنی؟ برگر افغانی جور میکنیم دیگه. اینمی رقمش بخورین اصلا. به خاطر ازی که افغانا دیگه زیاد است، از پاکستان از پشاور این طرفا مردم زیاد است و اینا خوب است که از امو غذای بخورن که عادت دارن. خیلی ببینین. بسیار تشکر استاد. انشالله که دفعه بعد اگر قسمت بود ما آمدم باز آیس کریم خانه جور میشه، از آیس کریم هم یک گزارش میسازیم. حتما انشالله ما در خدمت هستم. خداوند شما را همیشه بیاره. تشکر از شما. باش. این آدم خودی روز امرایش صحبت کردیم. اونو آدم هم امرایش گپ زدیم. خب انجینر خدا کشید و اینی بیادر ما پاکستانیست مگرم خوب فارسی یاد گرفته. چطور هستی؟ خوب هستی جان جور است قراری. از کجای پاکستان هستی؟ سرگودا پنجاب است. از پنجاب هستی؟ پنجابی هستی؟ ایوه. خب فارسی چقدر میفهمی؟ تھوڑا کم میفهمی. خب کی است پترونت؟ رئیست کی است؟ باس. तुम्हारा باس क्या खान है या क्या है? خان. ایوه. کوکا خان. خان اوجا اشته و نمو خانه وارم ششته و لوجه. این دکان دیگه نام خدا کم کم مشهور میشه و هر افغان ما که در عمان زندگی میکنه میتونن که به سوپرمارکت شما بیاین و از اینجا خریداری بکنن. اما نقد قرضکانش مرا گفت که نیست بیاده. سیستم قرض در عمان نیست اصلا. چیزی که سودا و معامله میشه نقد است. در افغانستان الا که اومدم قرض رو کلیشه. در افغانستان میگه قرض گرفتن تا که مرا گریزان ساختن. رئیس دیروز یک در دلم کدایی صاحب امرای من گفت عربستان یک عمر زدم کار کردم از عربستان رفتم افغانستان که اونجا برای وطن و وطندار خدمت بکنیم. اونجا که رفتم مرا یک ذره آزار دادن، من مجبور شدم که پس بیایم اینجا آمدم. اینجا را جور کردیم یک سوپرمارکت است دیگه. بله قسم مواد غذایی است. سوپرمارکت دیگه شریک هم دارین شما؟ بله. امرای شریکا کار میکنن. چی است آیی صاحب؟ یک جریب یک جریب است؟ یک جریب دیگه نیست؟ 200 متر است. خود 200 متر است. عالمی آجی که گفت که قابلی جور کردیم امشب راست است؟ دیگه نه قابلی ازبکی تیار است دیگه. اینا ماشاءالله اینجا خب یک نانوایی هم تصمیم گرفتن که بخیر یک نانوایی ضرورت بود اینجا، چون که وطندارا زیاد است، مردم پشتو زیاد است از مردمای سرحد پاکستان. خب بر از اینا یک نانوایی وطنی بسیار اشد ضرورت بود. اینا شب آمدن ماشاءالله جای گرفتن، آینده یک هفته در شاید افتتاح کنن بخیر. مگرم گفت که نانای گرد خودش خوش داره. خب این دیگه باز آینده میبینیم که نانای گرد خوب مزه میته یا نانای خاصه مزه میته و وطنی نان کلش ماشاءالله مزه دار است. مگرم من میگم آجی صاحب تو والا از امی حال کامدی غیر لباس قاسمی دیگر رقم نپوشی. متصم جای ما متصم. جای شما خو مود از حال در عمان مود کنین به خاطر از اینکه دوستا زیادتر پیران تنبان در اینجا امی پاکستانیا میپوشن، خصوصا پشتونای پاکستان. باز من از دور که میدیدم فکر میکردم که افغان هستن اینا، مگرم وقتی نزدیک میشدم پرسان میکردم باز میگفتن که نه اینا از پاکستان هستن، پشتون هستن. اینی نوع لباسای یخن قاسمی را اگر افغانای ما دیگه بپوشن، اول آخه ما میگم پیران تنبان نپوشن، یک تعداد موی سفید و اینا تو کسایی که هستن اگر از این لباس ها استفاده کنن بعد از دور تا پیش معلوم میشه که میفهمی که افغان است. بله بعد میگم آیسه نه صحیح میگین. صحیح بیخ. چاپ اندازی هم یاد دادی حتما. بله اینجا هست پس در عمان؟ یگان هست پیدا شوه یارا چاپ اندازی یاد بده. بخیر ان شاء الله. خب بسیار تشکر از کلتان. سلامت باشین. خوش اومدین. باز ان شاء الله که ما شما هستیم دیگه. بخیر ادامه گزارش ما هستیم از پایتخت عمان، شهر
مسقط و اینی منطقه رو میگن الغابره، سوپرمارکت وطنی. یعنی میبینین هر جایی که برم افغانا جمع سر من. خوب جمع و جور میشه. در این بخش گزارش آمدیم که غم شکم بخوریم. به یکی از رستورانت های افغانی آمدیم که افغان خود ما سرمایه گذاری کرده و در عمان افتخار آفریده. حتی عرب ها هم میاین اینجا به غذا نوشجان میکنن. این رستورانت است. شما میبینید نوشته است چی؟ رستورانت رویال افغانی. اینا ای آجی صاحب نمبر یک هم خودش آمد. بین که آجی صاحب ببینیم باز بعد از اون میریم به داخل رستورانتشان. شما رو نمیفهم گوشنه شدین یعنی همیشه کم ما تو قروتک میزنم. این رقم خود ما می رقم است. گوشنه شدین. ما نه چای صبح خوردیم، نه نان چاشت خوردیم، نه نان شو خوردیم به خاطر از اینکه میایم در این رستوران. یعنی دیگه اومدیم بخیر. آقا صاحب. آقای صاحب السلام علیکم. ساعت مبارک شما. رقم لایف نگیرید ما. آرام قرار. خیر خیر. من خیر است. خوب است. آرام قراری. گفتم نه چای صبح خوردیم، نه نان چاشت خوردیم. نان شام هم خیلی میبینین که بیخی دیر شده. این تو ناوقت هم شما آمدین که نان خلاص شده. بیا خدا مهربان است. میگه داسیا در ای بگرد نمبراینی. بیا ان شاء الله یکم چیز پیدا میشه. بری خیلی شما پیش بی که ما رو مردم بشناسن. صحیح است بابا. بری مهربانی. بیا بخیر. ما هر جایی که برم یک تعداد رفیقا با من هستن مقصد میبینین اونا. بازم مانده نباشین. امروز بیادر ما پیشتر ما معرفی شدیم اما بازم معرفی میشیم. نامتان بگوین به من. نام ما ظفر است. امروز همایون جان همین چند لحظه پیشتر مشرف شدیم و این دفعه دوم مشرف شدیم. اینمی آدم تشکر. اینمی آدم منیجر اینمی رستوران است. بله آقا همینجا. در کجا موقعیت داره؟ رستوران ما در شهر مسقط کشور عمان این منطقه که است به نام سوق خویر یاد میشه. بازار خویر. سوق خویر. بازار خویر یعنی بازار سوق بازار منام خب بازار خویر رستوران است به نام مطعم رویال افغانی. مطعم رویال افغان. شما میتونید به اینجا از این قابلی شروع تا به پیتزا پاچه نیست مگم پاچه نداریم. این آجی صاحب کنه است چیزی که ما خوش داریم نیست. پیدا میکنیم برای پاچه هم خیر. بازی آجی صاحب که از دو اصلا مرکزی جاست یا اوجا؟ نه مرکزی اوجاست. این فرد دو میشه. خب در رستوران مرکزی باز آجی صاحب خودش می باشه. در اوجا می باشه و عربان دوست دارن قابلی؟ عربا خوراکشان همی برنج است یا خیلی برنج خوش داره. باز بالخصوص برنج افغانی را. برنج افغانی را. خب ما میبینیم که این اومدن چند نفرشان. نام خدا. اینو بگین من تصویر دارم میتونم گرفته برشان بگین. یک در صور لکم. لا. نام خدا. پالوان. خب کجا بریم نان بخوریم؟ میریم بالا بخیر میشینیم. اینجا بخش ظرفشویی است. اینجا بخش پیتزا است. اونجا بخش جوس ما است و بالا باز دو منزل است. اتاق هم است و سر بام هم است. آشپزخانه کجاست؟ او هم بالاست. خیلی بریم. اول می آشپزخانه رو ببینیم باز نان میخوریم. بریم بفرمایید. میگه او از روی کاسه خورده میشه نه؟ اول آشپزخانه رو ببینیم که نان دل ما اگه کاسه نباشه چی میخوری؟ کاسه نباشه باز دست بیایی که بریم بخیر بیایی بچه‌ها. آقای صاحب شما پیش این دیگه که بلد هستین نه؟ صحیح است. سلام علیکم. مانده نباشی بیاده. چهل اول داری پرویز. خوردی یا میخوری؟ میخوره. چی میخوری؟ هر چیزی که مایل داشت. چیزی که بگم معلوم میشه سرمز. بخیر هستین شما. تشکر سلامت باشین. اینجا آشپزخانه. بله. میتونیم ببینیم؟ میتونیم.
بین در کابل یگان رستوران ها که می رفتیم باز وضعیتشون خوب نمید میگفت خیر نرین. نانبای هستی؟ مانده نباشی؟ خوب هستین؟ جور است؟ بخیر هستی؟ ساعت تیر است؟ قراریست؟ بین شما تیر میشین؟ بیای شما برین؟ سلام به شما. بزن نانه بزن او بیده؟ او بیشکت است میگم. نانبای هستی خودت؟ جان شما جور است الحمدلله. خدا یارت باشه. من را خب میشناسی یک کمک کمک؟ بله چرا نمیشناسم؟ تو وایتون تعقیب میکنم. خوب کسی؟ خدا خیر داده تشکر. چقدر وقت از نانوایی کار میکنی؟ کسب پدری هست دیگه از کسب پدری است؟ بله. خب در کجای افغانستان نانوایی داشتی؟ شبرغان. شبرغان. مرکز جوزجان. رفتین شما. من تا نزدیکش رفتم. همین هفته کمک پیش رفتم دیگه باز نشد پیش برم. سوزی هم شده بودم اونجا رفتم. آفرین اونجا که جندا که میسوختن خانه رو اونجا رفتم بودم. ما اونجا تعقیب میکنیم تو وایتون. برنامه ما رو دیدین؟ بله زیاد. چقدر وقت میشه عمان آمدی؟ یک 8 ماه میشه. 8 ماه میشه. امروز هم یاجی صاحبا کار میکنی دیگه؟ الحمدلله پیش از اینا کار میکنم خیلی راضی هستم. راضی هستی؟ هر کدام شکایت هم داری این میاله بگو دیگه وقت شد. خیر راضی هستم که بی اندازه. سعید آقا هستم. ظفر بیادر است از پیش از اون خیلی راضی هستم. خیلی انسان شکسته نفس است. خب خوبی هر کس از انسان کس از خودش میباشه. اگر خوبی از خود از اینا نباشه که از دیگر خوب نمیگن. و اینا گفتن که ما نانپاد هستم. ماشاءالله دستش در مرغ الفام میگیم. در مرغ الفام هم کارش بسیار خوب است. و کباب و همه چیزی که شما اشتیا داشته باشین فقط بگوین استاد اسمت که زمین فقط 5 دقیقه تیارش میکنه. چقدر غنزمین است. تشکر. ازبک هستیم دیگه. ازبک. بله. بسیار خوب. خیلی بگی دیگه اگه کال نسوزد نان نسوزد. خب نمونده خدا اونجا چیزه. نه خیر نمونده. والا یگان روز بیکار باشیم که یک بولانی تنوری برای ما جور کنیم. ان شاء الله ما در خدمت هستیم. بولانی هم جور میکنم. بله. میتونه؟ خوب بولانی جور میکنه. بیخی هم تو کاست کلاس. از کدوی کتا کتا پیدا میشه چه؟ پیدا میشه. والا از اون بولانی کدو برای ما جور کنیم. ان شاء الله ما در خدمت هستم. برو دفعه دیگه که آمده ماهیش صاحب وعده است. ان شاء الله. یک روز که فرصت باشه یک درک به قول ایرانی‌ها شلوغ نباشه سرش باز یک بولانی کدو بر ما جور نه خیر صاحب ان شاء الله. جان شلوغ هم باشه با در خدمت هست. میگن نه میگن نه میگه چخانی پیارانی اینمی هر چیزی که هستی سر وطندارت هستی. بله. ناز بازارت هم سر زمان وطندارت میچله. بله. کجا کسی دیگه مرا میگه که تو مصروفم باشم برای جور میکنم کی میگه؟ خیلی ما در خدمت هستیم. همه شما را که دیدم بسیار زیاد خوشحال شدم. از همونجا که این فکر کنین 2 سال در سعودی بودم یعنی دیدار شما رو من میگفتم در کابل میکنم. خدای پاک دیگه رسانده پیش خودم. خیر. عروسی کردی؟ نه خیر عروسی. از دیدار من که از خدا عروسی میخواستی؟ نه بابا عروسی را که همیشه دیگه الله پاک میرزانه اما شما را خیلی آرزو میکردم. 1000 بار شکر که شما دیدار شما را دیدم. اینا سوال پرسان نکردی که از عروسی چطور تو دل جمع است که میگه دیگه خب میرسم خدا را دیدم. بگو دیگه خیر. بله عروسی که دیگه میشه دیگه آماده جنگ است. پیش ما که حاضر است دیگه یکی که هست. دیگه شما را که دیگه یکی چی است؟ عروسی دیگه نامزد هست. نامزد هستی؟ یعنی 50% نامزد هستیم دیگه حساب. 50% نامزد حتما خودش قبول کرده او قبول نکرده 50% دیگه شه. خانواده داد رضایت نداده. خب اصل ما اینجاست. حالی که ما نوجوان هستیم خب 50-50 باید باشیم دیگه. او رقم بی امید نباشیم. نامزد 50-50. نامزد 50-50. یک فرمول جدید نو برآمد. یکی بود نامزد بود یکی عروسی شده بود. حال پیش از نامزدی 50-50 الا نو برآمد. یا قضیه از اون نفر که گفت که عروسی کردیم توی نکردیم. همونطوره که پس. خب قابلی مانده؟ بله قابلی مانده. دیگه تو سرش بالا که یک دفعه آها نه بخیر.
وضعیت آشپزخانه را دیدین چه چیزا پیدا می شده اینجا. اینا میگن چی میخوریم. ما گفتم از ایج به بالا هر چی که باشه میخوریم. آیسته بسیار گپ خوب است. بریم ما شما هر چی آوردن. توکل هر چی که آوردن توکل ما به خدا. بریم بخیر. اشتیا نان افغانی چپاتی ما در خدمت در دیگه سر دسترخوان شیشتیم. باز معلوم میشه. چقدر جالب آیسته به یک چیز یادم آمد. همیشه ما مردم که نان میخوریم یک چیز میگه ما سر دسترخوان شیشتیم. در حالی که سر دسترخوان شیشته نمیشه. پلوی دسترخوان. بگوییم که لب دسترخوان شیشتیم. در لب دسترخوان هستیم باز. ان شاء الله. بیار بخیر مینان وطنی را. ان شاء الله ما در خدمت هستیم. خودت بیار که باز ببینیم چه رقم است. تشکر. ان شاء الله جایز میکنم براتون آورده میتونم. صحیح است. دیگه قابلی میگین شوایه الفهم ما در خدمت. برو دیگه بیار دیگه مقصد بیار. گوش نست مینمیال شلغمون بیاری خوب مزه میته برای ما. بریم بچه ها بریم. این مردم خلال میکنن. این میگن خلال. این بیادر ما از کجاست؟ این برادر از بنگلادش است. ای بنگلادش بایی क्या बात है ठीक हो ठीक है उर्दू जानता हो थोड़ा 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 can you speak English थोड़ा थोड़ा इंग्लिश بابا که بچه‌ش از ما بدتر از دیدم थोड़ा थोड़ा خود ما थोड़ा थोड़ा بودیم یا یک थोड़ा थोड़े دیگه شد اینجا بسیار جای خوب جور کردن ببین تخت بام بس چیه گوایی همیال فکر میکنی در دره پغمان هستی اما تو یک گواه میخوره ها استاد گفتم فکر میکنی که همیال در دره پغمان هستی چیه گواه است خیلی آب هوای خوبش است خیلی آب هوای خوبش است عالی است نه بله خیلی چی گفتی خودت فعلا بهار است فکر میکنی که خلیج بهار است فکر میکنی یاد پغمان است یا در سر تخت استاله بله همینطور است ماشاءالله آب هوایش بسیار خوب است فعلا اینجا دیگه وقتا یک غوری نان میذاریم اینجا سه غوری خورده میشه وقتا هوا خوب شد بله بله با شما چای صبح هم نخوردین نان چاشت هم این اصلش یک جای اجرا بشه بخیر بینال باز چای صبح نخوردیم نان چاشت نخوردیم نان شب نخوردیم اینا لک چای صبح صبا و دیگه صبا رو میخوریم کلش یک جای دیگه پیک توکل به خدا خب بیا تو بده نزدیک ما بیا به خدا خیلی مانده نباشین وعلیکم السلام خوب هستی زیر تا زیر اومدی یک رقم خب بگو نامت بگو برام نام محمد است از افغانستان زیبا از کجا افغانستان آمدی محمد جان بیسا کاپیسا از کجا از سه اول یا دو نه از نجراب نجراب از منطقه نثار احمد بهاوی است از منطقه نثار احمد بهاوی از منطقه میرویس نجرابی است بله ولی از دره پچغان شریف کجا پچغان پچغانش چیست یک دره است دیگه خب مقصد مربوط چیز میشه نجراب میشه بله ولسوالی نجراب بله چقدر وقت میشه نجراب نرفتی والا 1 سال و 3 ماه میشه او بدر نجراب برو که چی یک جای میریم ان شاء الله بخیر چی یک دره است میریم ان شاء الله بله خب اینجا چی کار میکنی اینجا مصروف هستیم در این شرکت کارت خوب است؟ خوب است الحمدلله راضی هستی؟ الحمدلله برو شکر که راضی هستی زنده باشی تو که راضی هستی ما هم راضی هستیم زنده باشی با شکر که دیدمت بخیر اینجا زنگ زدن که دمیجا هستیم هم آمدی یا جلگه برنامه میبینی؟ هر روز شما و ما خوب بیادرها آیی صاحب ما زحمت کشیدن دیگه والا نه زحمت نکشیدیم ما خبرتون گفته بودم که قبلا مرا خبردار بسازین دیرو مسیج کردم نه مگر شما ناخودآگاه آمدین یعنی باز میگن که میمون ناوقت از کمر خود میخورن ما این نمید از کمر خود میخورن اینا از کمر خود خوردین از این که شما ما را دعوت کردین یا ما خودمون آمدیم خب یا شما ما را دعوت کردین یا ما خود دعوت کردیم شما اصلا میمان هستین چون که اینجا عمان آمدین و به شما خب
مهمان ما هستین. خب از اینکه شما ما را امشب مهمان کردین و از اینکه شبای دیگه شاید مهمان بکنین بسیار تشکر. اگر این رقم مهمانی چرب باشه ما همیشه کات آمده. انشالله که بخیر میشه باشین. جواب هستین هر وقت اینجا بودین. بیخی؟ آه بیخی. صحیح. بازم تشکر. زنده باشین. نوش جانتان. ایسا بگیرین شروع بکنیم و خیلی. تشکر. سلامت باشین. بیاین دا گز دا میدان.